تو این ویدیو قراره مردم از روی عکس همدیگه موجودی حساب همو حدس بزنن. بریم که تا آخر این ویدیو جذاب با هم باشیم و نظرات جالب مردم رو با هم ببینیم. سلام. اسمتون چیه؟ مهسا. مهسا خانم، در حال حاضر موجودی حسابتون چقدره؟ حدوداً فکر کنم 10 تومن اینا. چند سالتونه؟ 24. شاغلی؟ بله. شغلتون چیه؟ ماما هستم. به نظرتون من عکستون رو نشونه نفر بعدی بدم حدسش چیه که چند موجودی حسابتونه؟ میدونم، به خدا بستگی به طرفش داره. همین عکسش رو نگاه کنه از روی ظاهر به نظر چه عددی رو میگه؟ شاید همین حدود داده 5-6. به نظرتون این خانوم موجودی حسابش چقدر؟ از 1.5 تا 2. از 1.5 تا 2. خودتون موجودی حسابتون چقدر الان؟ من تو 1. به نظرتون نفر بعدی کلیپتون رو ببینه فکر میکنه چند تو حسابتونه؟ شاید کمتر از 1 تومن. به نظر نفر بعدی ببینید. نظرتون این آقا موجودی حسابش چقدر؟ 1 تومن. 5 تومن. آره. خودتون در حال حاضر موجودی حسابتون چقدره؟ 30 تومن. شما چی؟ 0. شاغل که نیستی؟ خب به نظرتون نفر بعدی عکستون رو ببینه حدس می‌زنه موجودی حسابتون چقدره؟ 500 تومن. شما چی؟ 100. بریم نظر نفر بعدی ببینیم. نظرتون این دوتا خانم موجودی حسابشون چقدره؟ اول سمت راستی رو ببینیم. سمت راستی؟ آره. حدود 50 تا 100 میلیون. 50 تا 100 میلیون؟ آره. این یکی چی؟ این یکی 25 میلیون. 25 میلیون. خودتون در حال حاضر چقدر موجودی حسابتون؟ 1 تومن. شاغل هستی؟ خیلی دانشجو هستم. خب دوست داریم بدونیم موجودی حساب خانم‌ها چقدر بود؟ آره. یکیشون 30 تومن، 30,000 تومن البته. یه دونشون 15,000 تومن. خیلی خوبه. به نظر خودتون نفر بعدی عکس شما رو ببینه حدس می‌زنه موجودی حسابتون چقدر بشه؟ خب از اونجایی که من آدم پولداری هستم قطعا بالای 100 میلیون حدس می‌زنه. بالای 100 میلیون. بریم نظر نفر بعدی رو ببینیم با هم. آره بریم. نظرتون موجودی حساب این آقا چقدره؟ 2 تومن. شما چی؟ 2 تومن 2.5. در حال حاضر موجودی حساب خودتون چقدره؟ 6 تومن. 6 تومن. شاغل که نیست. نه. خب چرا هست؟ شما شاغلی؟ شغلتون شغلتون چیه؟ ناخون کارم. ناخون کاری. خیلی هم عالی. به نظرتون من عکستون رو به نفر بعدی نشون بدم فکر میکنه موجودی حسابتون چقدره حدسی که میزنه؟ نمیدونم. 1 تومن کمتر. شاید همچی فکر کنم. شما چی؟ 1 تومن. سر. بریم نظر نفر بعدی با هم ببینیم. به نظرتون موجودی حساب این دوتا خانم چقدره؟ اول لباس سفید رو بخوایم. لباس سفید 50. مشکیه چی؟ اونم 45. خودتون در حال حاضر موجودی حسابتون چقدره؟ من فکر کنم الان 700 باشه. شاغل هستی؟ آره. شغلتون چیه؟ من بوتیک کار میکنم. آره. به نظرتون من عکستون رو نشونه نفر بعدی بدم حدس میزنه موجودی حسابتون چقدر بشه؟ 250. با هم بریم نظر نفر بعدی ببینیم. به نظرتون این آقا موجودی حسابش چقدره؟ 10 تومن. 10,000 تومان یا 10 میلیون؟ 10 میلیون. 10 میلیون. شما چی؟ 8 تومن. 8 تومن. در حال حاضر موجودی حساب خودتون چقدره؟ 9,000 تومن. شما چی؟ 3 میلیون. شاغل هستین؟ بله. چند پرسم شغلتون چیه؟ ادمین این اینستاگرام. شما شاغلی؟ نه من مؤثرم. خب دوست داریم بدونین این آقا موجودی حسابش چقدر بود؟ بله. 700,000 تومان. به نظرتون من عکستون رو به نفر بعدی نشون بدم حدسی که میزنه در مورد موجودی حسابتون چقدره؟ عدد 2 تومن. 2 تومن. منم 2 تومن. 2 تومن. بریم نظر نفر بعدی با هم ببینیم.
به نظرتون موجودی حساب این دوتا خانم چقدر؟ رو هم جدا جدا بگین. سمت راستیه رو مثلا اول بگین، سمت چپیه رو بعدش بگین. نمیتونم حدس بزنم. بگمش کم بگم. هر چیزی که به ذهنتون میرسه نسبت به تیپ و استایلی که دارن بهمون بگین. خب این یه تومن. یکی 500 تومن. 500 تومن. دوست داریم بدونین که چقدر بود موجودی حسابشون؟ خب این خانمیوریه 3 تومن بود. یکی 9000 تومن. خب اون خیلی در. خب بالا پایینش بود. خب شما خودتون الان در حال حاضر موجودی حسابتون چقدره؟ من خود چند تا حساب دارم؟ الان یه عددی سرجم. سرجم که 100 تومن. میلیون. 100 میلیون. به نظرتون نفر بعدی عکس شما رو ببینه حدسش چیه در مورد موجودی حسابتون؟ به نظرم یه 500-600 میلیون. 600,000 تومان. میلیون 600,000 تومان. خودم 100 میلیون رو به حساب ما بدیم مثلا 500. حدس نفر بعدی 500-600,000 تومان. به نظرتون موجودی حساب این آقا چقدر؟ 2 تومن. 800 تومن. در حال حاضر موجودی حساب خودتون چقدره؟ 200 تومن. با تمرام نیست. دوست دارید بدونین که موجودی حساب این آقا چقدر بود واقعا؟ 100 میلیون.